تو اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر چی اومدی؟ نیلو یه مقدار خرید کردم، بیا بگیر عزیزم. اینا چیه؟ برای چی آوردی اینجا ها؟ اگه کیفیتش هم بیشتر میشه، یعنی بعد از این باید بیشتر غذا بخوریم. به هر حال هر روز حداقل 2-3 بشقاب میوه و سبزیجات تازه بخورید. یه کمی هم کشمش سیاه، گوشت رو هم به برنامه غذاییتون اضافه کنید. ماهی و لبنیات، خیلی به این موضوع توجه کنید. مصرف پروتئین خیلی مهمه. راستش این روزا خیلی اشتهام زیاد شده، بیشتر از قبل میخورم. شما مادر خیلی خوبی میشین لاله خانم. لاله خانم اندازش که مشکلی نداره، حالتش هم که نرماله. بچه کاملا حالش خوبه. راستش بازم جنسیتش معلوم نشد، فکر کنم خودش هم نمیخواد. الان تموم میشه. فکر کردم تا خونه برسیم تمومش میکنی، اما تو ماشاءاللهت باشه. فعلا به خاطر اینکه حاملم اینجوری هندونه میخورم. آره. میخوای یه قاچ دیگه هم برات بگیرم؟ نه ممنونم، همینقدر کافیه. نوش جونتون. ممنون پسرم. مامان من دیگه میرم. باشه عزیزم. اونور جون باید یه چیزی رو بهت بگم، شاید تا شب یادم بره. وای چقدر خوشگل شدی، ماشاءالله خیلی خوشگل شدی. هنوز زوده، حالا صبر کن لباسامونم بپوشیم بعد ببین چقدر خوشگل میشیم. بله مامان جون، آخه قراره با یه خانواده پولدار فامیل بشیم. مامان تو نمیخوای موهاتو درست کنی؟ نه بابا خیلی کار دارم، اصلا وقت ندارم. دمت بشه. منو با این بازیه کثیفت نمیتونی فریب بدی چاقالو. میخواستم بهت بگم آروم باشی، خودت اذیت نکنی، اما دیدم که تو با مغز کوچیکت فقط همینقدر ازت برمیاد فیلیس جون. گوش کن ببین چی میگم. اسکلت، تو یکی از مغز حرف نزن، چون خوب یادمه که بهت چی میگفتن. اون سر رو تنت سنگینی میکرد و مغزت منفجر میشد. الانم برام ثابت شد. هدفت از این کارا چیه دیوونه؟ فکر کردی میتونی با این دروغات من از اونور جدا کنی؟ جان همه چی آماده است پسرم. مامان بزرگ نگران نباشین، چیزایی که نیاز بود و صمد با ماشین برد. خودم هم آماده شدم، خیالتون راحت. خوبه عزیزم، نباید شرمنده شی. بیرون منتظرتونم. مامان جون شما اصلا نگران نباشین، اتفاقی نمیافته که ما شرمنده شیم، قربونتون برم. یلدیز برا لاله چی گرفتی؟ مامان جون این که فقط یه خواستگاریه، چیز خاصی نگرفتم. آخه این چه حرفیه که میزنین؟ انگار حرفو نمیفهمی، باید برم چوبمو بیارم. مامان این چوب من کوها. باشه میارم. مامان میشه بریم داخل حرف بزنیم؟ اومدن. خدا تو شکر کن که رسیدم، وگرنه نیلو بیا بریم داخل، بیا. آی خانواده ساریحانن، به خدا دارن میان، واسه خواستگاری اومدن. خدا نصیب همتون. خوش اومدی. ممنون. خوش اومدی. دستتون رو بدید. سلامت باشین. مردم میگن به خاک دست بزنید طلا خیلی بشه. ببینی سنگور خانم. ممنونم، متشکرم. از این بر ممنونم دخترم. نوش جان. به امر خدا و سنت پیامبر. دخترتون لاله رو برا پسرمون اونور خواستگاری میکنیم، البته اگه شما اجازه بدین. خب جوون مبارک باشی. دست بزن.
مبارک باشه دخترم. مامان بزرگ. مبارک باشه پسر خوش. دیدیش عکس میگیری باشه؟ باشه نگران نباش. نمیخوام خبر از دست بدم. تاکسی اومد داداش بریم. گفتی تاکسی؟ تو رو خدا ببین مامان، کوچه‌شون رو ببین، خونم اینجاست. آخه چطور امکان داره؟ آروم باش دخترم. مامان، چاکن همیشه خودش تو چاهه. دختر دوست داشتنیم. اونور نور چشممه، قلب و روحمه. بعد از این تو هم برام مثل اونوری. اونور پسرم، آرزو میکنم تا وقتی زده این حلقه هاتون تو انگشتتون و عشقتون رو تو قلبتون نگه دارین. به پای هم پیرشین. من باز میکنم. یعنی کی میتونه باشه؟ یه لحظه پیلین سوخانم. بریم کنار، از اینجا بریم، از اینجا بریم. سوال ازش دارم، اجازه بده. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.